دهقان. این موضوع دو سومه. آقایون ساکت، برادر من ساکت. اینجا مجلس یا طویله است. یه روز آقای لاریجانی نیومده، اینجا رو کردید بازار سید اسمال. آقای مصباحی بگیر به تمرگ. آقای بروجردی از این شوخی‌ها تو مجلس نکن، قباحت داره. یکی کوچکزاده رو بیدار کنه. اون ته چه خبره؟ بابا خفه خون بگیرید. آقای زرفروش نطق بیش از دستور رو قرائت میکنه. زرفروش هستم. هرچی. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. عظما بگم یا الله. سلام علیکم حضرت آیت الله. این ور اون ورش دعواست. آخ من بمیرم جامو تو حیات ننداز. میخوام دود بگیرم. آخ الف ب و ت و س و ه و خ و دال و زال و نون و عین. الف انتخابات بده. ب بمب اتم ت بده. ت تحریم اومد سه بده. سه سوریه پرجه بده. ج جیبوتی به درد دال بده. دال دلوا پساز زال بده. زال ذلیل شده گه بده. گور بابای امام. آقا بسه، هنوز نه به برجامه نه به برشامه نه به باره نه به داره. داری تو مجلس بز میرقصونی؟ بشین آقا، بشین آقا. اگه تذکری باشه ما خودمون هستیم. آقا مطابق مصوبه شماره 744 این نطق ایشون مجازات کیفری داره. تو اصلا چه کاری که واسه ما مصوبه حقوقی صادر میکنی؟ تو مگه قبلا تای پامانر سبزی فروشی نداشتی؟ سبزی فروش؟ بله. سبزی فروش؟ بله. عمو سبزی فروش؟ بله. زهر رو کردی نوش؟ بله. عراق و بایی دادی؟ بله. بایی نینایی دادی؟ بله. موگرینی اومد؟ بله. با شیرینی اومد؟ بله. دم کوسه رو دید؟ بله. سر شیره مالید؟ بله. عمو سبزی فروش؟ بله. اونا شاباش میخوان؟ بله. آشو با جاش میخوان؟ بله. عمو سبزی فروش؟ بله. تحریما به راست؟ بله. هم چوب هم پیاز؟ بله. ای دودوزه باد. بله. آقای زیر فروش؟ زرفروش هستم. حالا هرچی، این کارا اون هم تو صحن علنی مجلس خوبیت نداره والا. نیم ساعت از وقت گرانبهای مجلس همش صرف دنبل دیمبل شد. پس کی به مصوبات اصلی بپردازیم؟ کدوم مصوبه اصلی قربون تو برم؟ کدوم مصوبه ما تو فیسبوک یه لایک گرفته؟ یه عکس از خور و پف نماینده ها بذار تو اینستاگرامت 2 شماره وایرال میشه. مگه نماینده ها دل ندارن؟ هر چی میکشیم از این دل ساب مرده است. صحیح است. ای دل ای پدر سوخته دل. ای بر پدرت ده. این پدر سوخته مفخوره کیف قاب دله. اون که میدزده دکل از وسط آب دله. عاشق تیتاب دله. همیشه رو اعصاب دله. یا برین پشت اتم یا که برین با غربی ها. عظما حیرونه و گیر کرده تو مرداب دله. مجلس خوشخواب وله. هی تو پیچ و تاب دله. آقایون بسه، وا مصیبتا، وا ویلتا. از روی امام خجالت بکشی. اینجا مجلس شورای اسلامیه یا کافه شکوفه؟ بابا سردار قاسم سلیمانی در مأموریت مستشاری دفاع از حرم آشولاش شده و شما اینجا عربی میرقصید؟ چند روز سردار سلیمانی خبری ازش نیست؟ یکی حالشو پرسیده؟ چند روزه؟ 30 روزه؟ 40 روزه؟ 60 روزه؟ 70 روزه که از حاجی خبر نداریم. رفتنش رو هیچ جور هیچ وقت باور نداریم. حالش بده حاجی بالش زده. میترکن پاستا رو گله گله. خوابش رفته ما رو یادش رفته. عظما تو سوریه ولمتله. صبر اومد. خیره. معذرت میخوام، این آمپول آزای خوکی دامان علما رو گرفته.
عزما بمیره تو راحت شه وای نمیدونی چی کشیدیم از این ولی بقیه باز مچه شدیم متوجه ما دستشو به کوسه نده از تحریما نمیشه رد شه اصلا به من چه آقای زورفروش زرفروش هستم ای بابا. هر کی هستی واسه خودت هستی. برقا رفت نفهمیدیم چی گفتی اصلا. آقای بوترابی میخوام از این فرصت ملکوتی استفاده کنم دلای پدر سوخته نماینده ها رو ببرم تو حال و هوای دفاع مقدس، اون جایی که میگفت مد نبودی ببینی فتنه برگشته روزه عظما بی ثمر گشته. محمد نبودی ببینی فتنه برگشته روزه عظما بی ثمر گشته. آه و عظما نکنه خلشی چشمک بزنن شلشی، عظما نکنه خلشی چشمک بزنن شلشی، از دل و پسا دور شی بری با غربیا جور شی، یه وقت مثل خیار شور شی. نامه ننویسید واسه اوباما پنهون نکنید برجامو از ما، جوگیر نشی غیر بدی تو اروپا اگه اینجوری بشه. خب برادران با تشکر خسته نباشید. میریم برای نهار. در وقت دوم مجلس آقای حالا زیر فروش حالا هرچی میاد برای قرائت لایحه.